شماره 5 خودداری از حمام رفتن. تو مالزی یه رسم عجیبی که دارن اینه که تا 3 روز بعد عروسی عروس و دامادو نمیذارن برن همون. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. تازه واسه این کار یه 3-4 نفرم بالا سرتونن که یه وقت شیراب دست نزنی. آقا به نظرم این مالزی خوراک عمو حسنه. عمو جون بیا بریم که کیس ازدواجت هم جور شد. حالا از مالزی بگذاریم. تو کشور موریتانی که اسمش هم عجیبه یه رسم داریم که عروس باید چاق بشه. یعنی عروس رو یه 10-15 سالی میبرن کم به چاقی، اینقدر روغن ترمز و روغن کرچک بهش میدن که اندازه یه فیل بشه. اصلا چاقی اونجا موده. هر کی هم چاقی خیلی با کلاسه. اگه توی که داری ویدیو رو میبینی یه دختر چاقی و از چاقی خودت رنج میبری، مشکل از تو نیست، تو جای بدی به دنیا آمدی. الان باید تو موریتانی نشسته بودی روبروش و مات تماشای اون بودی. آقا تو کنیا واسه این که عروس و دوماد خوشبخت بشن و به پای هم دیگه پیر بشن، بابای دوماد میاد روی عروس توف میکنه. چندش اصلا مگه داریم از این عجیب‌تر؟ من نمیدونم، یعنی کل آینده عروس و دوماد به یه توف بنده. یه جور دیگه آرزوی و خوشبختی کن. خلاصه اگه رفتی کنیا از یه پدر پرسیدی واسه آینده بچت چه کار کردی، بهتون گفت روش توف کردم، اصلا تعجب نکنی. یکی از عجیبترین رسم‌های ازدواج کره‌ای‌ها دارن. تو این کشور برای سرگرمی و خنده مهمونای جشن عروسی، اقوام عروس دومادو با طناب میبندن و تا جون دارن میزننش. اینا باورشون بر اینه که کتک زدن دوماد دعای خیری واسه شروع زندگیه، البته اگه زنده بمونه. شماره 1 به نظرم عجیب ترین رسم ازدواج تو دنیاه. ازدواج با درخت. اشتباه نشنیدی، ازدواج با درخت. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. بعضی از هندیا بر این باورن که دخترایی که تو ماه مارس به دنیا میان نحسن و برای اینکه پاک بشن اول باید با یه درخت ازدواج کنن. پس اگه رفتین هند و دیدین دختره درختی رو بغل کرده، فکر بد نکنید، چون اون شوهرشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن و اگه میخوای از ترین های هر موضوع با خبر بشی کانال ما رو سابسکرایب کن.